دیدین این آدم هایی رو که هر اتفاقی در طول روز براشون میفته یا هر چقدر هم که حالشون خوب نباشه باز هم به کارهای مهمشون میرسن؟ یعنی برای انجام دادن کارهاشون منتظر حال خوب و ایدال بودن شرایط نمیمونن. به این میگن داشتن دیسیپلین. یعنی من یک روتین مشخص از کارهای مهم برای خودم داشته باشم و تحت هر شرایطی اون کارها رو به صورت روزانه انجام بدم. یک روز پر انرژی و یک روز با بی‌حوصلگی. میپرسی چطور ممکنه؟ پس حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باش که قرار کامل برات توضیح بدم که چطور میتونی دیسیپلین رو توی خودت تقویت بکنی و به این ویژگی دست پیدا بکنی. همینطور در ادامه قراره که کلی راهکار ساده ولی مفید و کاربردی بهت بگم که با تمرینش بتونی این ویژگی رو توی خودت تقویت بکنی. هیچ میدونستی داشتن دیسیپلین اصلاً یک ویژگی ذاتی و ژنتیکی نیست و با تمرین میتونی اون رو به دست بیاری و کاملاً اکتسابیه، چون که مربوط میشه به یک بخشی از مغز ما که با تقویتش میتونیم به این ویژگی دست پیدا کنیم. دیسیپلین یا انضباط فردی یعنی انجام دادن کارهای مهممون حتی توی بیحالی، بی‌انگیزگی یا توی شرایط سخت، چون که یک هدف مشخصی داریم و رسیدن به این هدف مستلزم انجام دادن یک سری کارها به صورت روزانه و منظم هست. پس برای داشتن دیسیپلین قدم اول اینه که یک هدف مشخص داشته باشیم، مثل قبولی توی کنکور که مستلزم اینه که روزانه به صورت مرتب ساعتها درس بخونیم، یا قهرمانی توی مسابقات ورزشی که باز هم مستلزم اینه که روزانه باشگاه بریم تمرین کنیم و سخت ورزش کنیم، یا گرفتن یک موقعیت شغلی به خصوص. همه اینا هدف محسوب میشن و باعث میشه که ما برای رسیدن بهش شروع کنیم تلاش کنیم و برنامه ریزی کنیم و روزانه یک سری کارها رو انجام بدیم تا به این اهداف برسیم. پس قدم اول اینه که یک هدف مشخص داشته باشیم. بچه‌ها بدون هدف ما انگیزه نداریم که بخوایم دیسیپلین داشته باشیم و تلاش کنیم. این هدفه که بهمون انگیزه میده. حالا شاید بگی چقدر سخت، من هر روز بخوام یک سری کارهای مشخص رو به صورت منظم انجام بدم. اول شاید سخت باشه، ولی هر باری که از پسش برمیایی و هر روزی که انجامش میدی داری یک ناحیه از مغزت رو تقویت میکنی که ارتباط مستقیم داره با اراده فرد. ناحیه‌ای از مغز به اسم Anterior Mid-Cingulate Cortex که به اختصار AMCC نامیده میشه. این ناحیه از مغز برای تقویت اراده و پشتکار فرد و هر باری که فرد توی چالشی قرار میگیره و از پس شرایط سخت برمیاد، این ناحیه از مغزش فعالیتش بیشتر میشه. اگه بخوام به زبان ساده تر بهت توضیح بدم، یعنی اینکه هر باری که شما برخلاف میلت عمل میکنی و از پس یک چالش سخت برمیای، داری این ناحیه از مغزت رو فعال تر میکنی، در نتیجه اراده و پشتکارت رو قوی تر میکنی. پس انجام دادن اون کار سخت فردا برات راحت تر از امروز میشه و روزهای دیگه راحت تر از روز قبلش. پس همونطوری که میبینی داشتن دیسیپلین و اراده و پشتکار اصلا یک ویژگی ذاتی و ژنتیکی نیست و شما با تمرین میتونی اون ناحیه مرتبط با این ویژگی توی مغزت رو تقویت بکنی و روز به روز دیسیپلینت رو توی زندگی و کارهات بیشتر بکنی. حالا میخوام چند تا تمرین خیلی ساده بهت بگم که با انجام دادنش به صورت روزانه بتونی دیسیپلینت رو بیشتر بکنی. اول از همه از کارهای ساده روزمره شروع بکن. یادت باشه ساده بودن این کارها خیلی مهمه. ما قرار نیست یک کار خیلی وحشتناک و عجیب سختی رو انجام بدیم. با همین قدم‌های کوچیکه که قراره داشتن دیسیپلین رو یاد بگیریم. از کارهای ساده شروع کن و سعی کن روزانه تکرارشون بکنی تحت هر شرایطی، مثل مرتب کردن تختت هر روز صبح که از خواب بیدار میشی.
یا روزی 20 دقیقه مطالعه کردن. یعنی هر اتفاقی در طول اون روز بیفته حتما سعی کنین روزی 20 دقیقه مطالعه رو داشته باشی. یا روزی نیم ساعت پیاده روی کردن. میبینی خیلی کارهای ساده این، ولی هر روز که انجامش بدی، چون یه روزهای بالاخره ما حوصله نداریم، هیچ کاری اصلا دوست نداریم انجام بدیم، ولی وقتی خودمون رو مجبور میکنیم که حتی این کارهای ساده رو انجام بدیم، داریم اون ناحیه AMCC از مغزمون رو تقویت میکنیم. پس به داشتن اراده و پشتکار بیشترمون داریم کمک میکنیم. با همین قدم‌های کوچیک رفته رفته قراره برسیم به کارهای سخت‌تر که بتونیم روزانه تکرارشون بکنیم و دیسیپلین رو برای خودمون جا بندازیم. مورد دوم، اهداف کوچیک، ساده و قابل دسترس برای خودت در نظر بگیر و برای رسیدن بهش تلاش کن. توجه کن، قابل دسترس بودن این اهداف خیلی مهمه، چون که مثلا اگر شما تا به امروز عادت داشتی 10 صبح بیدار شی، اگر تصمیم بگیری که یهو از فردا 4 صبح بیدار شی، احتمال زیاد از پسش بر نمیای و باعث میشه انگیزت رو از دست بدی. پس اهداف ساده انتخاب کن که نهایتاً چند ساعته یا چند روزه بتونی بهشون برسی و این رسیدن به اهداف بهت انگیزه میده. رفته رفته قرار این هدفها رو بزرگتر و طولانی مدت تر بکنی تا مستلزم تلاش طولانی مدت تر باشه. مورد سوم، نگفتن به هر کس و هر چیزی که شما را از برنامه ها و کارها و اهدافتون دور میکنه رو تمرین کنید و یاد بگیرید. بچه‌ها، نگفتن یه جاهایی واقعا برای پیشرفتمون در زندگی لازمه. ما وظیفه نداریم تمام آدم‌های اطرافمون رو راضی نگه داریم. مسئولیتش با ما نیست، همون جور که دیگران مسئول ناکامی‌های ما توی زندگی نیستند. پس اولویتتون رو برنامه‌ها و کارهای خودتون، اهدافتون توی زندگی قرار بدید. اولویت اولتون رو با تمرین نگفتن به هر آن چیزی که داره حواستون را از این مسیر پرت میکنه، به مرور زمان اطرافیانتون هم عادت میکنن و با اولویت‌های شما آشنا میشن و دیگه با شنیدن کلمه این از دهان شما ناراحت نمیشن. به قول استیو جابز، زمان محدودتون رو صرف زندگی به سبک دیگران نکنید. پس نگفتن رو تمرین کنید که بعضی وقتا برای رسیدن به اهدافمون مجبوریم به آدم‌ها نبگیم. و مورد آخر، برای خودتون پاداش در نظر بگیرید. هر باری که به یکی از اون اهداف کوچیک که توی مورد دوم با هم صحبت کردیم رسیدید، یک پاداش کوچیک برای خودتون در نظر بگیرید که بهتون انگیزه بده. مثلا به خودتون بگید اگر من تا ساعت 5 فلان کار رو بتونم انجام بدم، یک قسمت از سریال محبوبم رو میتونم ببینم و نمیدونید چه لذتی داره دیدن اون قسمت از سریال، چون پاداش تلاشیه که امروز براش کردید. پس دیدین با همین قدم‌های کوچیک میتونیم به سمت داشتن دیسیپلین بیشتر حرکت بکنیم. رفته رفته قدم‌هامون رو بزرگتر بکنیم، اهدافمون رو بزرگتر و طولانی مدت‌تر بکنیم و با یادگیری دیسیپلین روزانه برای رسیدن بهش تلاش کنیم و انگیزه داشته باشیم برای این قضیه. حالا میخوام توی این فضای صمیمی و دوستانه از تجربه شخصی خودم در مورد تمرین داشتن دیسیپلین بهتون بگم که خیلی هم حرفام حالت شعاری پیدا نکنه. بچه‌ها، من توی سنین نوجوانی، یعنی حدوداً تا سن 15-16 سالگی اصلاً درس نمیخوندم. یعنی جزء شاگردهای تنبل کلاسمون بودم و معلم هم به شدت از دستم شاکی بودن. نمراتم خیلی پایین بود، تقریبا در حد قبولی، همون 10-11 بود که بتونم پاس بکنم. حتی یک سال یادم هست که 2 تا تجدیدی هم آوردم که خیلی تاثیر بدی روم گذاشته بود، چون اصلا فکر نمی کردم در حدی درسام ضعیف باشه که بخوام تجدیدی بیارم. تمام روزم رو به بطالت میگذروندم و هیچ کار مفیدی نمی کردم. از صبح تا شب جلوی تلویزیون دراز میکشیدم، از این فیلم به اون فیلم، از این سریال به اون سریال و هیچ کار مفیدی عملا نمی کردم. و این به خاطر این بود که هیچ هدفی توی اون سن نداشتم و انگیزه‌ای برای تلاش کردن و درس خوندن نداشتم.
یک روز یک صحنه توی خیابون دیدم، خیلی تصادفی، که تأثیر بسیار بدی روی من گذاشت. یک صحنه ناگوار، حالا شاید هم خیلی ساده بود ولی روی من تأثیر بدی گذاشت و از همون روز تصمیم گرفتم که سرنوشتم رو تغییر بدم و آینده متفاوت تری برای خودم بسازم. برای اولین بار یک هدف پیدا کرده بودم، انگیزه پیدا کرده بودم و هدفم اون روز این بود که مثل آدم‌های حاضر توی اون صحنه نباشم و برای خودم، برای آیندم یک جایگاه اجتماعی قابل قبول در نظر بگیرم. از فردا شروع کردم به درس خوندن. میدونستم که مسیر راحتی نیست، چون من عادت به درس خوندن نداشتم. اصلا بلد نبودم درس بخونم. نمیدونستم چجوری باید شروع کنم، چقدر بخونم، چجوری تموم کنم و چجوری برنامه ریزی کنم. ولی کم کم یاد گرفتم با همون قدم‌های کوچیکی که به شما هم گفتم. روزی 1 ربع تایم درس خوندنم رو بیشتر کردم و نمراتم یک نمره اومد بالاتر و شروع کردم توی مدرسه شناخته شدن پیش معلمینی که من رو به عنوان شاگرد تنبل کلاس میشناختم و یهو پیشرفتم رو دیدن با همون قدم‌های کوچیک و روزی 1 ربع بیشتر کردنش. همین قضیه باعث شد توی 3 سال آخر دبیرستان جز شاگردای اول مدرسه بشم و در نهایت با رتبه 240 وارد دانشگاه سراسری توی همون رشته مورد علاقه خودم بشم. میخوام بگم که میشه. این مثال رو زدم که بهتون بگم توضیحاتی که بهتون دادم فقط در حد حرف نیست. به عنوان کسی که از تنبل‌ترین ورژنش به فعال‌ترین ورژنش با تلاش رسید، فقط به خاطر اینکه خواست که این اتفاق بیفته، میخوام خواهرانه بهتون بگم که میشه، امکان پذیره. فقط بعد بلند شید، همت بکنید، انگیزه داشته باشید، هدف برای خودتون تعیین کنید و مستقیم به سمتش حرکت کنید و به هیچ چیز و هیچ کسی اجازه ندید که حواستون رو از این مسیر پرت بکنه. و همین بهتون انگیزه میده برای ادامه، برای اهداف بزرگتر. توی ویدئوی بعدی قرار راجع به طریقه برنامه ریزی کردن و مدیریت زمانمون در طول روز برای اینکه بتونیم به بیشتر کارهامون در طول روز برسیم و از پتانسیل روزمون به نحو احسن استفاده بکنیم. پس اگر به این موضوعات مربوط به توسعه فردی علاقه‌مند هستید، حتما کانالمون رو سابسکرایب داشته باشید و زنگوله کناریش رو هم بزنید که دسترسی سریعتر و آسان‌تر به ویدیوهای کانال که در آینده خواهم گذاشت داشته باشید. من همه تلاشم توی این کانال این هست که حرف‌های دور از ذهن بهتون نزنم و سعی بکنم که با قاطی کردن تجربیات خودم هم توی این زمینه و البته تحقیقاتی هم که در موردش میکنم، راهکارهای ساده ولی کاربردی بهتون بگم که بتونید شما هم وارد این مسیر توسعه فردی بشید. یادتون باشه مهم نیست که چقدر آهسته حرکت میکنید، مهم اینه که هیچ وقت از حرکت نایستید.